ضمن سفر کاری در نوحه جلالدین بلخی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و رئیس ولایت خرطوم قربان حکیمزاده از ساختمان بینای مهمانخانه واقع در دهه نوروز جماعت دهات نوآباد دیدن نمودند. مهمانخانه برای 100 جای در نظر داشته شده از جانب فرمایشگر چلاخان طاهرов پدرچه جمعیت دارای مسئولیتش فیض‌الله ساخته شده ایستاده. ارزش ساختمان زیاده 3 میلیون مبلغ را در بر میگیرد. بینای مهمانخانه چهارشانه بوده، طرح نو زمانوی دارد. سپس مهمانان از فعالیت کارخانه بندوبست سمنت جمعیت دارای مسئولیتش محدود مهر سمنت که در حدود جماعت مدنیت موجود است بازدید نمودند. کارخانه مذکور علاقه میان مردم معروف گردیده استحصال سمنت با صفت بلند به راه مانده شده است. طریق قطار اشیاء خام از ناحیه یاوان آورده شده در این کارخانه نوبنیاد کار کرده می شود. نه اینکه ساکنان کشور بلکه به دولت همسایه ازبکستان نیز صادرات کرده می شود. ساکنان محلی در این کارخانه پرقدرت به کار جلب گردیده به این وسیله سطح زندگی خویش را بلند خواهند برداشت. صاحب استقلالی امکان داد که تاجیکستان با دیگر مملکت‌های پیشرفته شرطنامه همکاری داشته کارهای متقابلا سودمند را به راه مانند. کارخانه با دستگیری دولت چین به فعالیت آغاز نموده است. اقتدار کارخانه در یک شبانه روز تا 2000 تن سمنت بوده، محصولات استحصال نموده کارمندان با صفت بلند و جوابگو به استانداردهای دولتی می باشد. عین زمان در جماعت دهاتی هلیورد ساختمان بینای مؤسسه خصوصی تا مکتبی عبارت از 2 آشیانه برای 200 جای با صورت ادامه دارد. دولت و حکومت امروزها با مسئله فرا گرفتن کودکان سنی تا مکتبی اهمیت جدی ظاهر می نماید. از این رو به راه ماندن ساختمان چنین مؤسسه‌های تعلیمی موافق مقصد بوده از جانب صاحبکاران وطنی دستگیری کامل یافته ایستاده است. کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته، ساختمانچیان جهد و تلاش نموده ایستادند که هرچه زودتر در مهلت معین گردیده آن را مورد استفاده بری قرار دهند. همزمان مهمانان از ساختمان مجمع ورزشی دیده نموده دستور و مصلحت‌های سودمند دادند تا که مجمع ورزشی طبق طلب زمان ساخته شود و در آماده نمودن ورزشکاران بالایوقت و عموما برای رشد ساحه ورزش زمینه خوب گذارد. در قسمت دیگر این موضع دو بینای بسیار قبطه استقامتی بنیاد یافته ساختمانچیان با محصولات ساختمانی تامین بوده کوشش به خرج داده ایستادند که در کارهای ساختمانی که برداشت دارند سهمی مناسب گذارند. سروزیر مملکت از جریان کارهای از نوسازی بینای اداره مطبعه و روزنامه نوید بلخ با تبدیل بینای چهارآشیانه اداره مطبعه، روزنامه، کتابخانه، آثارخانه واقع در جماعت شهرک بلخ دیدن نمودند. ارزش ساختمان زیاده 3 میلیون را در بر گرفته از جانب لایحه‌کش جمعیت دارای مسئولیتش محدود خطلان شهرآفر ساخته شده ایستاده است. مقصد از این بازدید وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، رشد اینفراساختور شهر و دهات، بنیاد کارخانه‌های کارکردی اشیاء خام محلی به جای کاری فرا گرفتن اهالی می باشد. همین طور با نتیجه گیری از این بازدید سروزیر مملکت و رئیس ولایت به مسئولین جهت خوب به راه ماندن کارهای سازندگی و بنیادکاری، اجرای سریع دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وسعت کارهای سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دستور و سپارش‌های مشخص داد. سفر کاری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در دیگر ناحیه‌های حدود ولایت ادامه دارد.